وقتی میگی منو نمیگیره. آقا کسالت رو با 3 سات میمیسن یا با 3 سخت. سه خط میمیسن. کجا میاری؟ من دیگه اشتباه میمیسم. من مادر نداشتم تا سوم راهنمایی بیشتر نخوندم. خب ای خدا مگه میشه آخر شروع نشده بود ویدیو. فهمیدی؟ بعد اینقدر نگیم ما اشتباه نمیشتیم. من دیگه خودم میمیسم بره دیگه حالا کسالت با 3 سات باشه با یا 3 6 دندونه چه فرقی داره؟ دیروز نمیدونم چه کلمه نوشتم 3 6 دندونه اسم قدیم نمیدونم باقی 2 دندونه با 2 خط بود قی 2 دندونه باقی 1 نقطه قی 2 دندونه مگه من میشه؟ لپ کلام من متوجه میشین دیگه نمیشه مگه؟ بله بله میشی خب دیگه چه در میاری پس دیدی قاطی کرد.